فیلترهای کیسه‌ای پرکاربردترین فیلتر در زمینه فیلتراسیون هوا. با راندمان 50 الی 95%. جنس مدیای استفاده شده در این فیلتر عموماً پلی استر با ضخامت و فشردگی‌های مختلف. قاب مورد استفاده در این فیلتر از جنس گالوانیزه، آلومینیوم یا ABS می باشد. فیلترهای کیسه‌ای با توجه به ابعاد قاب مورد نظر و تعداد کیسه‌های قابل جایگیری از 3 الی 12 کیسه می باشد. این نوع فیلترها در صنایع مختلف از جمله اتاق‌های تمیز، اتاق‌های عمل بیمارستان‌ها، صنایع غذایی و لبنیات، کارگاه‌های رنگ‌آمیزی و صنایع خودروسازی کاربرد دارد. این فیلترها توسط شرکت توسپالای ساز تولید می‌گردد. با ما نفسی تازه کن.